بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه دوستان عزیز. امروز الان ساعت اینجا 9:33 به وقت تورنتو هستش. امروز وقتی از خواب بیدار شدم یکی از دوستان تو اینستاگرام یه مطلبی رو فرستاده بود از یه خانومی به نام فکر می‌کنم رضایی بود اگر اشتباه نکنم، که ایشون به خاطر این عید سال جدید و سخنان مرد بزرگ ترک جناب اردوغان اومده یه حرفایی زده که اردوغان نمیدونه که روی قبرهای بعضی ها در ترکیه امروزی به فارسی نوشته شده و زبان اونها چی هست. از این حرفا یه متنی رو براش نوشتم که امیدوارم به دستش برسه بخونه و امیدوارم دوستان دیگه هم این رو بخونن. من اگر اجازه بدید این متن رو پیدا بکنم و اینجا این رو بخونم. امیدوارم که قطع نشده باشه. حالا وقتی این رو اینجوری قطع میکنیم امیدوارم قطع نشده باشه. بذار ببینم. نه هنوز داره کار میکنه. خب من اگه برم به وبلاگ خودم، نه وبلاگ نرم، برم اینجا داکیومنتی که اونجا نوشتم، آخرین داکیومنت برای این خانم نوشتم: فرصت پرواز به آزادی تکرار نمی شود یا تکرار شدنی نیست واقعا. سلام خانم رضایی، من انصف علی هدایت، روزنامه‌نگار، محقق و نویسنده هستم و به 3 زبان زنده دنیا فعالیت های علمی تحقیق خودمان را انجام می دهم. اینجا هم باشه خودم را انجام می دهم. امروز البته این رو در اینستاگرام نوشتم دیگه، حالا غلطاشو ببخشید به بزرگی خودتون. امروز یکی از دوستان شما را اینجا، حالا در زبان فارسی باید به این یه ویرگول اینجا اضافه بکنیم، شما را با من آشنا کرد. ویدیویی را از شما دیدم که رئیس جمهور ترکیه را بی سواد می‌دانید، چرا که نمی‌تواند چند بیت شعر فارسی روی قبر را بخواند. جالب است که من هم تا چند ماه قبل مثل سرکار عالی فکر می‌کردم، اما اخیرا متوجه شدم که عقل و قوه تشخیص من و شما و امثال ما را در جایی به نام ایران مهندسی می‌کنند تا نه تنها جاهل بمانیم بلکه بر جهل خود افتخار هم بکنیم. در پی این اتفاق مبارک برنامه‌های زنده ای را در اینستاگرام اجرا می‌کنم. دیروز 20مین مهندسی جهل را اجرا کردم. اگر هنوز نوری برای رهایی از دام مهندسی جهل در درون شما زنده است، خواهش میکنم کمی از وقت گرانبهایی را که صرف خواندن کتاب‌ها و دیدن و شنیدن برنامه‌های دیگر کرده اید را وقف مهندسی جهل بکنید. اگر تغییری در خود و نگرش جهانبین خودتان احساس کردید ادامه بدهید، ولی اگر تعصب بر رهایی و آزادی اگر تعصب بر زندگی در جهالت آموزشی و تحمیلی اجازه نداد به زندگی در همین وضعیت ادامه بدهید که هیچ دیگه. رهایی و آزادی یک فرصت است. اگر فرصت آزادی فکری را از دست بدهیم امکان تکرار آن فرصت کمتر می شود، چون رد هر فرصتی برای حریت فکری غوطه ور شدن عمیق‌تر و چسبیدن بیشتر به آموزش‌های مهندسی شده است. با آرزوی پرواز از زندان جهالت مهندسی شده. خب ببینید دوستان، من فکر میکنم که همه ما، خود من هم و 99% کسانی که در ایران بزرگ شدن در سیستم مهندسی جهالت به سر میبریم. اونها همونطور که شهر ما رو مهندسی میکنن، رفت آماد ما رو مهندسی میکنن، چه چیزی رو در تلویزیون و رادیو ببینیم، روزنامه بخوانیم،
کدوم کتاب ها رو در مدرسه بخوانیم یا در خانه بخوانیم. هر کتابی باید چه شکلی باشه که ما اون رو بخوانیم. یعنی مثلا یه کتابی رو یه نویسنده مینویسه، دیگه اون کتابی که وزارت ارشاد یا اون سیستم مهندسی جهل اجازه میده نیست، متفاوته. دست میبره، کلمات رو عوض میکنه، جملات رو عوض میکنه، پاراگراف رو حذف میکنه، صفحه ها رو حذف میکنه یا اضافه میکنه، مفهوم رو تغییر میده، معنا رو تغییر، خود کلمات رو تغییر میده. خب مهندسی میکنه. حالا ما چه ببینیم، چه بخونیم، چه بخوریم، حتی چه بپوشیم، چگونه بخوریم، چگونه بپوشیم، کجا بریم، کجا نریم، چه چیزی خوبه، چه چیزی بده، همه رو داره مهندسی میکنه تو جامعه، همه رو. و این یعنی جهالت. یعنی ما در یک جهالت کامل داره ما رو مهندسی میکنن و داره ما رو تربیت میکنن که در اهداف اون جهالت، در راستای اهداف اون جهالت برای اون آدم ها خدمت بکنیم، منافع مالی و مادی اونها رو تأمین بکنیم. برای رهایی از این من به نظرم این اومد که بهتره برگردیم. خب من قبلا در مورد شستشوی مغزی خیلی کار کردم، یعنی دوستانی که احتمالاً با کارهای علمی من یا نیمه علمی من آشنا هستن، نگیم علمی، میدونن که من در مورد شستشوی مغزی آموزشی حداقل از سال 2020 تا الان کار کردم، یعنی الان 5 ساله. یعنی کار جدی، کاری که دائما روی این موضوع یه مطلبی رو نوشتم. هفته ای نیستش که در مورد این مطلب صحبت نکرده باشم یا ننوشته باشم و تلاش کردم یک گوشه جدیدی رو بنویسم، از مزیه آشکار بکنم. حالا در کنار اون به نظر من ما باید بدونیم که اصلا در یک سیستم جاهل پروری زندگی میکنیم که بخشی از کار شستشوی مغزیه. یعنی اون سیستم جاهل پرور داره ما رو تربیت میکنه. این تربیتش تماما بر اساس شستشوی مغزیه. اما چه شکلی این رو مهندسی میکنه الان اینجا رو داریم بررسی میکنیم. برای اینکه اینو بفهمیم باید بفهمیم که کجاها رو به دست بذاریم و بفهمیم تا از طریق اونجا ببینیم که داخل این زندان هستیم، بتونیم یه دیواری به خارج از اون زندان باز بکنیم، حداقل پامونو بذاریم بیرون، امیدوار باشیم که بتونیم این آجرهای این زندان رو یکی یکی بتونیم بکنیم، از این سوراخ بذاریم بیرون. ببینید مادامی که ما به تنهایی خود من نتونم خودم رو از زندان جهل و جهالت رها بکنم، دیگران نمیتونن من رو رها بکنن. دیگران البته میتونن کمک بکنن اما نمیتونن من رو رها بکنن. و تا زمانی که من خودم رها نشم از این زندان و اون از جهل و جهالت بیرون نرم، تا به جاهل بودن خودم و جاهل بودن سیستم و زندان آگاهی پیدا نکنم، نمیتونم دیگران رو آگاه بکنم، نمیتونم دیگران رو از جهل بیارم بیرون. برای این منظور من از اینجا شروع کردم که ترک ها، عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها، قشقایی ها، لر ها، بختیاری ها، گیلک ها، مازنی ها، تالش ها و دیگران، حتی فارس ها، بفهمن و بدونن که خب اون چیزی که به ما یاد دادن در ایران و ما بهش افتخار میکنیم این جهله. برای نمونه بیایم ببینیم که ترک ها چی دارن. کافی اگه بدونیم که ترک ها، مثلا الان من این کمک رو دارم میتونم بکنم، شما اگه بدونید که ترک ها چه چیزی دستشون هست، خب به تب میتونید بگی که عرب ها هم دستشون بوده، لرها و بختیاری ها و گیلک ها و مازنی ها و قشقایی ها و لرها، ترکمن ها و بقیه هم یه چیزایی داشتن که الان فکر میکنیم نیست. و چه کسی این رو به ما گفته که ما نداشتیم؟ چرا باور کردیم که دیگران گفتن آقا زبان فارسی خیلی زبان جالبی بوده و زبان ترکی یا عربی یا بقیه زبانهایی که وجود داره در همین ایران زندان، در این زندانی به نام ایران، اونها مثلا نداشتن، زبانشون به اندازه زبان فارسی قدرتمند نبوده. برای همین ما شروع کردیم به معرفی کتاب‌های خطی دستنویس تاریخی به زبان ترکی.
در روزهای گذشته به اینجا رسیدیم که در 1000 سال پیش، حداقل 1000 سال پیش، زبان ترکی با الفبای عربی که ترکیزش کردن، یعنی اومدن الفبای عربی که اون زمان نشون دادیم ویدیو عکسشو، عرب ها با خط حروف مثلا کوفی می نوشتن قرآن رو که الفبا از همدیگه خیلی قابل تشخیص نبودن، این رو به شکل زیبا و هنرمندانی که امروزه زبان بعضی ها در ایران زبان الفبای فارسی معرفی میکنن، این رو ترک ها چیز کردن. اون 4 حرفی که فارسا گفتن این مال ماست، ججپش، اونها رو هم برای اولین بار ترک ها به الفبای عربی اضافه کردن. حروف گفتیم که کاری نیستن، حروف سمبل صداهایی هستن که از دهن ما خارج میشن و پیوستن صداها به هم کلمه رو میسازن. اینها اومدن اون حروف که سمبل صدا بود رو استانداردش کردن، به صدا تبدیل کردن و گفتیم که در زبان عربی سری قبل گفتیم 7 تا نشانه وجود داره برای صدای حروف، ولی الان بگم که 8 تا داره برای اینکه تشدید رو فراموش کردیم. فتحه، ضمه، کسره، آ، او، ای، این 6 تا، اون که میگن سکون اون 7 تا و تشدید 8 تا، یعنی اون علامت مثل سه چیز اون هم تشدیده، علامت تشدید هست. در زبان ترکی بیش از اینه، ما 3 تا حداقل بیشتر داریم، ü، o، ı که با حروف الفبای عربی فعلا نتونستیم این رو نشانه گذاری. البته الان دوستانی هستن در آذربایجان جنوبی که اینها رو نشانه گذاری کردن، ولی به استاندارد تبدیل نشده. منظورم اینه در گذشته به استاندارد تبدیل شده بود. حالا ما اومدیم یه تعداد کتاب ها رو فکر کنم در 19 جلسه حدود 21 تا کتاب رو معرفی کردیم. دیروز اومدیم با مراجعه به کتابی که یه انسان شریفی به نام فکر کنم حسین متقی نوشته و منتشر کرده در سال 1380 و چند یک. ایشون به کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی رفته و از روی لیست کتاب‌های دستی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی کتاب‌هایی که به زبان ترکی بودن رو در آورده، جلد اولش رو منتشر کرده. از این کتاب بیش از 200 کتاب رو اونجا آورده. من دیروز از این 200 کتاب تلاش کردم 40 تا رو اینجا به طور خلاصه معرفی بکنم. هر کدوم رو فکر بکنید 5 دقیقه صحبت کرده باشم 200 دقیقه میشه، خیلی طولانی شد دیگه. به این 200 دقیقه نشد، ولی خب به هر حال تیران امروز این بمونه، ادامه این برنامه بمونه برای یه روز دیگه. امروز بریم ببینیم در این چیزی که دانلود کردیم، کتاب هایی که دانلود کردیم، یک کتاب رو دوباره انتخاب بکنیم و بخونیم. ما اومدیم دیروز موسیقی افلاک رو هم که معرفی کرده بودیم. دیروز اینو معرفی کردیم، کتاب توچه kökçü sözlük. نه این نبود، صورت اهل سنت فی المکتب المدرسه البردنیه نبیل ایرانیه نبیل فلان. این کتاب مال چیز عرب هاست. خیلی رفتم پای، مثل که بله خیلی رفتم پای، میگم آخه قانون نامه، علم همای، تقسیم صورت، اینا رو هم گفتیم، اینا رو معرفی کردیم. علم علیم، دده گورگود و دیوان لغات ترک رو هم معرفی کردیم که به نظرم بسیار عالی هست. مظهر ترکی رو هم که جزو کتابای اولی بود که معرفی کردیم. مدخل حقوق صناغه، شرح مثنوی رو هم البته میتونیم
شرح مصنوی فکر میکنم معرفی کردم. فکر میکنم شرح مصنوی رو معرفی کردم. اینم حالا یه عاشق دیوانه فکر میکنم اینم معرفی کردم. طب اسلامی رو معرفی میکنم. حالا بذار ببینیم این مدخل حقوق صناغه فکر کنم صحبت کردم، چون که یکی از دوستان هم یه چیزی نوشته بود که صناغ به معنی امتحان هستش و از این حرفا، که اون با صناغ چیز گرفته بود. صناغ اینجا فکر میکنم صناغ چیست؟ حالا باید بریم لغتنامه ترکی رو باز بکنیم ببینیم که صناغ یعنی چی. صناماق امتحان کردنه، اما صناغ نمیدونم چی هست. راستش رو بخواید الان به شک افتادم، برای همین میگم که نمیدونم چی هست. اجازه بدید ببینیم یه کتاب اینجا، بذار این دوتا رو باز بکنیم دیگه. حالا یکی اینو صناغ رو باز میکنیم، فکر کنم بله اینو دیگه شناختم که دیدیم. اینم دومیش. اوکی، بذار ببینیم صناغ رو یادمون میاد. دستی خیلی دست نوشته هستش و جزوه خیلی کوچیکیه، 18 صفحه است. جزوه خیلی کوچیکیه، دست نوشته هست. کتاب ببینیم که حالا اینجا صفحه یک یه چیزهایی چون حقوقی هست یک دو گذاشته، مواد رو نوشته، مواد مورد نظرش خودش رو نوشته. ببینیم در چند ماده هستش. در 27 ماده یه چیزی رو نوشته. حالا این ببینیم میتونیم بخونیم یا نه. این در کتابخانه سلیمانیه نگهداری میشه. یازما کتاب مدخل حقوق امتحانی. بله اینجا صناغ نوشته، اینجا معلومه که در مورد حقوق هست. مدخل حقوق imtihanı üçün irad öliye hakkı sualler ile. حالا اینجا ببینید دوباره من اینو یه ذره بزرگش بکنم دوستان، هم خودم بتونم بخونم هم دوستانی که الان دارن میبینن بتونن اینو بهتر ببینن. مدخل حقوق امتحانı için irad evliya ya irad olacak suallar ile cevapları. حالا این یه درسی بوده در مورد حقوق، مثل معلم هایی بود که در دانشگاه ایران هم این رواج داره، در مدارس هم رایج بود. بعضی از معلم ها می اومدن برای کار خودشون رو راحت بکنن 30 تا 40 تا سوال از کتاب در می آوردن، جواباش هم می نوشتن، می گفتن آقا، یا حالا جواباش هم نمی نوشتن، می گفتن اینو در بیارید، از امتحان از اینا میاد، از اونها امتحان می گرفتن. خب قبولی بچه‌ها بره بالا. حالا این استاد هم هر کسی بوده این کارو کرده. میگه که مدخل حقوق امتحانی، چون برای امتحان حقوق ایراد olacak sualler ile cevapları. ایراد olacak یا ایراد، الان ما میگیم مثلا سخنرانی ایراد فرمود در زبان فارسی، همینه. یعنی اون سوالاری که ایراد میشه یعنی داده میشه و جواباشو پیش اعلام میکنه. سوال یک چی هست، مثلا حقوق ندür بحث edin یا بحث edir. بحث حقوق ندن بحث edir. مدخل حقوق، کتابی که حالا مدخل حقوق نام داشته احتمالا، یا بحثی که مدخل حقوق داشته، مقدمه حقوق داشته، میگه در مورد چی بحث میکنه. جوابش هم نوشته خصوصا نوبغی موضوعی غایتی منشئی احساسی و تاریخی bilir. حالا در مورد موضوعش، منشأش، غایتش منشأ احساسی و تاریخی حقوق بحث میکنه. خصوصا تعریفی یعنی در مورد تعریفش، موضوعش، غایتش، منشأش، احساس
احساسی و تاریخی bildirir. معنی سوال دوم چی بوده؟ خصوصی تعریفی نداره. حقوق خصوصی چه تعریفی داره؟ خب این همون تقلبیه که به این داده. به نظرم کتاب جالبی برای من نیست، ولی خب به هر حال این کتابی بوده. حالا کاش می‌دونید در چه تاریخی نوشته شده، این هم مسئله است. بذارید ببینیم میتونیم یه جایی از این کتاب یه تاریخ در بیاریم که به هر حال حقوق تدریس میکردن و اسم کتاب اولی که باید مثل تمامی رشته هایی که ما در دانشگاه میخونیم، مثلا یه کتابی اولیه وجود داره که ما رو با مفاهیم آشنا میکنه، این همونه. بذارید ببینیم میتونیم یه احتمال این دوره عثمانیه. برای چی؟ حداقلش دیگه، حداقلش بیش از 100 سال عمر داره حداقل. برای اینکه با حروف عربی نوشته، سوالها به ترکیه حالا ببینید این به ما چی میگه؟ این میگه حقوق رو، همین کتابچه 27 صفحه‌ای به ما میگه که آقا جان حقوق رو در بخشی از جهان ترک که الان کتاب به ما میگه، در مدارس و دانشگاهاش به زبان ترکی آموزش میدادن. خب این خیلی مهمه. یعنی خب ما الان بگیم این مهم نیست. چرا مهم نیست؟ برای اینکه حداقلش یه تاریخ رو داره به ما میگه که برعکس اون چیزی که میگن زبان ترکی زبان علم و حقوق و نیست، ادبیات نیستش و اینا، میفهمیم که در حداقل در بخشی از دوره این دوره‌ای بوده که به هر حال در عثمانی دانشگاه وجود داشته. در این دانشگاه ها به زبان ترکی حقوق رو آموزش میدادن و از حقوق امتحان میگرفتن. خب این از نظر تاریخی خیلی مهمه. خب برای من از این جهت حالا گفتم خیلی مهم نیست، برای اینکه این معلمه تقلب نامه داده به بچه ها، ارزش برای من اونجوری نداشت. اما اگه از این دقت نگاه بکنیم که زبان ترکی رو با الفبای ترکی عربی بگیم، با الفبای ترکی عربی نوشته. به نظر من دیروز هم اینو گفتم، سری قبلی هم گفتم، به نظر من اینها، حالا ما باید بگیم این حروف عربی نیست، حروف ترکیه، چون حروف عربی رو ما تغییرش دادیم، هندسیش کردیم، زیباش کردیم، هنریش کردیم. فرقش اینه. قبلا غیر حقوقی بود، غیر هندسی بود و غیر هنری بود. ما اینو تبدیلش کردیم به هنرمندانه، اضافه کردیم، شکل شمایش خوشگل کردیم، زیبا کردیم. در اصل تبریز خاستگاه اکثریت مکتب‌های خط نویسی اسلامیه. خب حالا اینجا ما میبینیم که بر اساس همون استانداردی که در برنامه قبلی اعلام کردیم، در اول این برنامه اعلام کردیم که 1000 سال پیش در 2 کتاب ددگورگود کتاب و در کتاب اون یک کتابمون چی بود؟ یه لحظه من اینجا اگه برم اون کتاب رو هم، ددگورگود و لغات ترک، در ددگورگود و لغات ترک این رو تشریح کردیم که چجوری زبان ترکی زبان استاندارد علمی و ادبی شد. 3 تا: ترکی زبان نوشتاری، استاندارد، ادبی و علمی شد. حالا اینجا ما نمونهش رو میبینیم که زبان ترکی 1 زبان علمه، 2 زبان ادبی، یعنی به شکل ادبی نوشته شده، 3 زبان تخصصیه، یعنی که در مورد حقوق که یکی از سخت‌ترین رشته های علمی هست به زبان ترکی داره درس میده، می نویسه، می پرسه. استاندارد هم که هست، عرض کردیم، علمی هم که هست، چون خودش حقوق یه علمه، چیز نیست. حالا اینجا داریم میبینیم که
به این شکل عمل کرده. خود استاده چند تا غلط داشته، روش خط کشیده. جالب هست. بذار ببینیم اینجا میتونیم قانون مطلق چیه. حالانه مماله و نمیتونم خطشو بخونم. اولاد حکم فعل، حاکم فعل، مجبور. نه نمیتونم اینو بخونم. وقت بذارم میتونم بخونم. اما ببینیم که میتونیم یه تاریخ پیدا بکنیم که این کتاب در چه تاریخی نوشته شده. این خیلی مهمه، به نظر من خیلی مهمه. من چیزی تاریخ حقوق نداره. تاریخ حقوق چیست؟ من فکر کردم حالا اینجا تاریخ میزنه، دیدم که نه، در مورد تاریخ علم حقوق داره سوال میپرسه. azmine قدیمده bugüne kadar muhalif muhtelife memalik muhtelifede hukukun suretleri ve konusunu beyan eder. یعنی علم حقوق، تاریخ حقوق چی هست؟ میگه که تاریخ حقوق درباره زمانهای مختلف و مملکت‌های مختلفی که درباره حقوق ممالک مختلف در زمانهای مختلف، خصوصا خصوصی صورته واردور و گونوسی بیان داره. موضوع اون رو در اون کشور بیان میکنه. ببینید مثلا اینجا گفته ایراده هندوستان و چی فلان، حالا اسرائیل و اینا، اینجا هم اسرائیل رو گفته. بیزه متداول اولا خصوصی بیلدرر. این اسرائیل رو بنی اسرائیل برمیگرده به قرآن. اسرائیل کشور جدیدیه، ارمنستان هم کشور جدیدیه، ایران هم کشور جدیدیه، ترکیه هم کشور جدیدیه. اینا همه بعد از شکست عثمانی به وجود اومدن. حالا تاریخ نداره. بذارید ببینیم اینجا خودش در اینجا هم چیزی ننوشته که متوجه بشیم. این متاسفانه در مورد این کتاب اطلاعات بیشتری به ما نداده. حالا بریم سر یک لغتنامه دیگه. قبلا یه لغتنامه یا شاید هم 2 لغتنامه ترکی معرفی کرده بودیم. شاید هم همین بوده، چون این میگه من این وسط چی کار میکنه، برای اینکه احتمالا من همین رو معرفی کرده باشم. خب بذار ببینیم چی میگه. این کتاب رو از مجلس شورای اسلامی برداشتن، پی دی اف شو. 7 کتاب در لیست است. فکر میکنم اینجوری باید باشه. تا اینو قبلا معرفی کردیم آقا. فکر میکنم که اینو قبلا معرفی کردیم، گفتیم که این کتاب مثلا چند صفحه هست، هر فصلش چند تا فصله. مجموعه فارسی لغات bu cildedir. میگه که مجموعه فارسی لغاتی bu cildedir. کتاب حالا کدوم جلدش نمیدونم، مثلا میگه که در این هست: المصلحه الفقر الى ربه القدیر، المصنع الفقیر فقر الى ربه القدیر، محمد المدرس بمدرسة ملاحلی عفی عنه. دفعه لغت 71. دفعه لغت 1. چیه لغت 31. دفعه لغت 79. دفعه لغت 100. همه دفعه لغت یعنی چی اینجا نمیدونم، یه چیزایی نوشته آدم. اینجا هم که مهر چه زده هر کی هست. این کتاب از کتابخانه مجلس گفتیم برداشته شده. این سانتیمتر نشون میده که طول کتاب چقدره. بذارید ببینیم چقدر نشون میده. فکر میکنم اینو بحث کردیم. 22 سانتیمتر طول کتاب هست. عرضش هم یه جایی نشون داده بود.
همینجوری داره این کتاب رو نشون میده. ارزش هم 2 صفحه رو باز بکنیم 29 سانتی متر، یعنی اگر 29 رو تقسیم بکنیم به چیز میشه 14.5 سانتی متر. کتاب 14 سانتی متر در اصل، یا 14.5 سانتی متر. از اینجا بیرون زده، از اینجا داخل آورده، نمیدونم حالا این چرا اینجوری. کتاب کوچیکیه. بله این کتاب رو قبلا معرفی کردیم، پس نیاز نداره به نظرم که اومدیم اینجا رو معرفی کردیم، این لغتنامه رو معرفی کردیم، پس این از این بره بیرون. کتاب بعدی رو از اونجا پیدا بکنیم. شرح مثنوی رو فکر میکنم که معرفی کردیم. بریم طب اسلامی، اینم معرفی کردیم. خب فکر کنم ما دیگه اگر این کتاب رو معرفی بکنیم، این چی هست؟ سوزدوک، اینو هم که الان گفتیم، اینو معرفی کردیم. من فکر کنم همین کتابش میندازیم ببینیم که چی هست. ولی این طب اسلامی رو فکر کنم معرفی اینم معرفی کردیم از نظر، بله اینم معرفی کردیم، یادم هست. بذار ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله اینو معرفی کردیم. بله اینو معرفی کردیم. و یکی از کتاب هایی که استاندارد میکنه، گفتیم زبان ترکی رو نشون میده که علمی هست. ببینید این مثلا کتاب در مورد پزشکیه. خب پزشکی یه تخصصه. خب من خیلی که نه بگیم پزشکی اگر مثلا 100 تا کلمه داره، من احتمالاً یکیشم نمیدونم، احتمال میدم، یعنی اینقدر زیر 1% کلمات رو بدونم که معنیش چیه. میتونم بخونم، خوندنش مهم نیست. دیروز گفتیم که ما میتونیم کلماتی رو که در زبانهای دیگری با حروفی که میشناسیم نوشته بشه بخونیم، اما معنیش رو متوجه نشیم. اینجا این کتاب به زبان تخصصی پزشکی نوشته شده. یک این. دومی که به زبان خب اون علمه، هم تخصصی هم علمه. دومی که این کتاب رو اگه دقت بکنید روی کلمات صداها رو گذاشته، یعنی استانداردش کرده حروف رو. مثلا یازı yazmak، ببینید این یازı چجوری نوشته میشه. یا ز ای، یه دونه ای زیر ز گذاشته. یزمق روی یه فتحه، روی ز یه ساکن، م یه فتحه، قاف یه ساکن. کتاب کتاب. نگاه کنید. اوگور اوگور. کردمن، حالا این که کرمک، اوگور کرمک. خب ببینید یعنی اومده استانداردش کرده. این کتاب رو هم چون قبلا بهش یه نظری انداختیم ببندیمش، بریم ببینیم که اون حساب چی هست. این حساب رو هم فکر کنم بله اینم خوندیم. به نظرم اومد که بذارید ببینم، این جالب اومد برای من چون قبلیه از چیز شروع شده، اعداد رو همینجوری. نه این اون نیست، این هم البته از اینجا شروع میشه. بذارید ببینم از اینجا مثل اونه. این هم مثل اون هست، داره آموزش میده، یا خود همونه یا یک کتاب جدیدیه، چون که اون شرحش خیلی کم بود. حالا اجازه بدید این چند صفحه است؟ 208 صفحه است. بذارید من یه نه این اون نیست، این متفاوته، برای اینکه اون متن خیلی کمی داشت، این متن خیلی زیاد داره. جدول ضربش رو نگاه کنید. 1 2 تا 2 تا 1 2 2 تا 4 تا 2 3 تا 6 تا. نگاه کنید جدول ضرب رو. جدول ضرب رو اونجا. حالا این کتاب نه اون نیست، دوباره این اون متنش خیلی کم بود، محاسبات ریاضیش خیلی زیاد بود. ببینید این محاسبات ریاضیش خیلی کمه، متنش زیاده. از اینجا پس این کتاب رو نخوندیم. حالا بیایم ببینیم این چیه. این کتاب ادبیات کتابخانه‌سی. این در یک احتمالاً در یک دانشگاهی هست، استانبول یونیورسیتسی.
این در کتابخونه دانشگاه استانبول هستش. 200 شمارش هم 248 علم حساب ترجمه‌سی، ترجمه کتابی است به نام علم حساب. حالا اینجا یه چیزی نوشته شوی باشارله کتابخانه است، ادبیات کتابخانه است. اینو دوباره اینجا نوشته، کتاب آبی رفته روش چیز شده، ولی خب خطش خیلی زیباست. من اتفاقا به خاطر این خطش هم که شده میخوام این کتاب رو معرفی بکنم. ببینیم چی نوشته. باز هم مثل سری قبل ببینید خیلی اولا خیلی خوش خطه، ثانیا به نظرم اومد که بذارید بریم صفحه مثلا 61 الان ببینیم که خط عوض شده، همون خط زیبا است با یه مقدار تغییر، یعنی احتمالا نویسنده تغییر کرده ولی خطش زیباست هنوز. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد سپاس و شکر بی قیاس و بی پایان اول خالق کون مکان و صاحب جود و احسان حضرتlerine سزاdır ki lütfu inayeti اعراض ile تعطیل etmeyip aksi muhassa fazl و جودی ile muhassa fazl و جودی ile muamele buyurarak erbe'e متباسیه عناصر انسانیه عناصر انسابینه بی جوهر عقل و دانش ایله مزین و محلی و تحمیل با امانت تحویل با امانت کبرا جمله مخلوقات üzerine mükerrem ve a'la edip kerem ve ihsan bi hesabine müsteid ve şayan ve enva ulum a'naq اعتناف منطوق و مفهوم گتبین وزی از آن خلق و ایجاد و معارف سوریه و معنویه اکتسابنه ارائت طریق عرفان و سداد بویرده. خب دوستان ببینید نمیخوام کتاب رو ترجمه بکنم. من گفتم از نظر ترکی خواندن کتاب‌های خطی خودش خیلی سخته. منی که کتاب خطی رو دوست نداشتم، برای من تلاش برای اینکه بخونم خیلی لذت بخشه. باور بکنید اصلا برام مهم نیست که کسی بیاد این برنامه رو گوش بکنه یا نه. خودم این که میشینم 2 ساعت اینجا با خودم کلنجار میرم یه چیزی یاد بگیرم، برای خودم لذت بخشه. خب در اینجا با یه دستخط یا احتمالاً با یه نوع چاپ خاصی روبرو هستیم، احتمالاً چاپ سنگی باشه، نیست، ولی این داخل کتاب‌های دستی هست. این دستی هستش، خیلی زیبا نوشته شده، کلمات بعضاً مثلا ببین من اینو نمیتونستم بخونم، الان متوجه میشم این بی حسابه نه مستعد و شایان. ببینید کلمات رو باید یک کتاب رو اگه بخواید دستی رو بخونید 10 صفحه رو بخونید، چشتون به نوع خط، نوع نوشتن حروف و چسبوندن حروف به هم و نوع جمله بندی این نویسنده و همچنین نوع ادبیات، نوع علم کتاب آشنا بشید، اون وقت بتونید بخونید. اگر مثلا من خیلی خط خوب بخونم ولی نتونم اصطلاحات ریاضی که در علم ریاضی هست رو درک بخونم، و این کتاب رو وقتی میخونم غلط میخونم. خب این یعنی که یه تخصصه دیگه، یه تخصصه. در نتیجه کسایی که مثلا ریاضی رو خوب میفهمن و ترکی رو هم خوب میفهمن، با ترکی استاندارد ادبی تخصصی علمی آشنا هستن که ریاضی رو هم خوب بدون نرس کردم، میتونی کتاب رو خوب بخونه. خب ما در گذشته فکر میکردیم که زبان ترکی زبان علم نیست، نمیتونه ریاضی بگه. الان میبینیم آقا یه کتاب ترکی هستش
که در مورد ریاضیات صحبت میکنه. حالا این صفحه اول رو یه مقدار ازش خوندیم، لذتشو بردیم. به نظر من جزء کتابایی است که باید بخونیم. ببینیم اینجا چی میگه. مقدمه. البته بذارید ببینیم میتونیم یه چیزی در بیاریم که این کتاب تاریخشو بفهمیم. حالا این دو صفحه رو که همینجوری چشم بگردونیم یه تندخوانی بکنیم به قول اون چیزها. ببینیم اینجا چی میگه. متاع معارف دانشورانه در قطع مراتب ادرک ابتدا خلیفلن و بعده خاجه سالینین ایله کامیاب اولو bir منطوق قانون نامه همایون حسب التاقه احتمالا باشه تعلیم و تدریس علم هندسه. نگاه کنیم من مثلا هندسه اینجا من فکر کردم که این نقطه است. نه این نقطه نبود. قبلا در اون صفحه‌ای هم که بالا خوندیم اینا رو میدیدم فکر کردم چیزه مثلا نگاه حضرت لری. نه اینجا نه هست ولی اینجا چرا این خونده نشد به نه. هندسه نه اراده سنده علوم ریاضیه نه موقوف علیه اولان علیه اولان موقوف علیه اولان فن حسابی ده السنه گوناگونی ده کتب و رسائل müşahede olunmuş ve her birinin meslek ve raftarları görülmüş ise de bazısını ameliyatı ihtiyar ile ityan براهیندن ظهول. مثلا این من الان نمیدونم ظهول یعنی چی. ظهول و بعضیسی برهان ve gezaya irad ile terk usul etmiş olduğundan tarafini havi ve cümle ulum riyaziyyi muhtevi bir müellif tedaruki teammül ve tedebbür ölünüp rüknü ferasete hükmasinden şaydem rüknü Fransa ne Fransa نیست فراسته hükmasinden buyut. حالا این چیه؟ بوموت نام حکیمین. نه این اسمشه فکر کنم اینم فرانسه است. اونو رکن فرانسه حکماسیندن بوموت نام این اسمشه. حالا یا بوسوته یا بوموته نام حکیمین bir vefk خاطر خواه جامع طرفین olarak bir müellifine دسترس olup احتمالا این دسترس باشه نفعینی تعمیم و قواعدینی حاصل و عامه تفهیم چون لسان فرانسه و لسان فرانسویه زبان عذب‌البیان ترکیه. این عذب‌البیان یعنی چی؟ عذبشو نمیدونم. این بیانشو میدونم اما عذبشو نمیدونم. عذب‌البیان Türkiye tercümesine tasmim niyet olarak olan ilmi hesabın tercümesine mübaşiret ve dibaçe itibari nami Hazreti Cehandari ile müzeyyen ve pürzib kıldı ve billahi tevfik. حالا اینجا یک کسی این امر رو داده به ایشون. بذارید ببینیم اینجا میتونیم پیداش بکنیم. برای اینکه مشخصه که این در زمان یک کسی گفتن که آقا فلانی که در حساب در ریاضیات در فرانسه سرآمد روزگارها هست کتاب اون رو ترجمه از اونجا فهمیدیم کتاب اون رو ترجمه بکنید به زبان ترکیه. عذب احتمالا بذارید ببینیم. من این عذب رو بریم اینجا از حضرت گوگل بپرسیم که ما معنا عذب. اینجا من دارم چرا بذارید فارسی بکنم برای اینکه
عذب البیان بنویسیم که مشخص اون عذاب نشه. مثلا عذب البیان ببینیم. معنا عذب البیان، معانی لغتنامه ده خدا، فرهنگ اسمها، فرهنگ فلان. این چی اومده؟ این عذب البیان به انگلیسی، عذب البیان در دیکشنری آپاندیس. معنی عذب البیان، معانی لغتنامه مترادف و امتزاج فلان. اینم که عذب معنی دیکشنری آپاندیس. عذب البیان به انگلیسی. بذار ببینیم چی گفته، مغنی چی گفته، ده خدا چی گفته. عذب خوشگوار، اقرب الموارد، قطر المحیط، منتهى عرب، قیاس اللغات. این کتاب هایی که این لغت رو به معنی خوشگوار به کار بردن. خوشگوار، پاکیزه از آب و خورش، یعنی خیلی پاک. منتهى عرب، این کتاب گفته آب و طعام گوارا. عذب البیان یعنی که خیلی شیرین دیگه. حالا عذب یعنی شیرین. آب خوش، خوردنی و نوشیدنی خوشگوار، گوارا، خوش. همین آقا. پس اینم عذب البیان یعنی همون ترکی که ببینید ترکی رو به چه چیزی صفتی آورد. گفتش که زبان عذب البیان ترکیه ترجمه‌سینه تصمیم نیت olarak، تصمیم و نیت گرفته که اینو ترجمه بکنه. کتاب چی رو گفت؟ کتاب این آقای بوموت رو از فرانسوی به چیز ترجمه بود. حالا برگردیم اینجا ببینیم که میتونیم یه کتابی، حالا اینو به سرعت بخونیم دیگه. و شایان و انواع علوم و اعتناف منطوق و مفهوم گوتبین وزی از آن خلق و ایجاد و معارف سوریه و معنویه اکتسابینه ارائت طریق عرفان و سداد بوردی و افضل صلوات و اکمل تحیات اول مفتخر موجودات و اشرف صلی الله تعالی علیه و سلم حضرتlerine اجراdır ki تبلیغ رسالت و اقامت حجت ایله کمکره نمیدونم این چیه، کمکره حالا چی هست، راه خطاین و اسیان و زلالت اولان انس و جنی سبیل هدایت دعوت و دلالت ادب اتباع سنت سینه، اتباع سنت سینیه و انقیاد شریعت متحر علیه اللیسine موفق olarak nefs emmaresine cebr و mukabele ve şemt denide subat و sabr eden ümmet merhumesine şefaat uzmaleri beşeriliyle tebşiriyle mesrure ve şadan eyledi ve درود نامحدود اول شرف قرین و اصحاب هدایت خدا بترهین حضرتlerine. این نمیفهمم این چیه. هدایت ترهین قرین اصحاب هدایت رهین حضرتlerine olsun ki ضرب اعناق کفره بد ملت و اخذ و جمع و طرح و تقسیم اموال غنیمت خصوصیlerinde طریقه 6 دستورالعمل و امر dinde اتحاد و اتفاقleri سببلره. حالا داره استناد میکنه به تا اینجا داشت به پیغمبر درود میفرستاد و بعدش گفت این در هر حال با جنگ میکرده و غنایم رو به دست میآورده و اینها رو
جمع و طرح و تقسیم و اینجور چیزا رو انجام میداده. حالا اینجا غنیمت خصوص طریقه 6 دستور داشته حضرت رسول در مورد اینها. دستورالعمل و امر دینده اتحاد و اتفاقلری سبب ل گروه مخالفین مقطوع العمل اتملری ل. حالا میگه با اون 6 دستوری که در مورد جمع آوری و تقسیم و اینا انجام داد، باعث شد یه اتفاقی در بین اون انسان ها و مخالف دشمن ها ایجاد بشه و دشمن ها چی شدن؟ امیدشون، آمال العمل چیز هست، یعنی عربی هستش به معنی آرزوهاشون مقطوع شد. اتملی به امت مستعد الکرام نجم منهج هدایت و سبیل سقیم و ظلمتن چاره مستقیم و سلامته مشعل عنایت olmuşlardır. بعد از این bu abd naciz olacaktı. ناجیر عنایت راجی، اسمش راجی یعنی ببخشید bu abd ناجیر عنایت راجی یه اسمشه. bu عبد ناجیر عنایت راجی یعنی محمد روح الدین. حالا نمیدونم این چی بود، متوجه نشدم، یهو قاطی کردم. اسمش محمد روح الدین ابن یحیی الناجی. بله اون ناجی با عبد ناجی که بود، عبد ناجی عنایت راجی، این اسمشه، به این معروفه. ولی اصل اسمش چی هست؟ محمد روح الدین ابن یحیی الناجی سوق سائق. حالا یه بازار بوده دیگه. تقدیر و عنایت خداوند قدیری ایله اون اوان شبابین و شبابیت یا شبابت و عنفوان جوانمدن بیر تحصیل علوم و معارفه سعی و کوشش و خصوصیله حالا چی این نمیدونم تیغ. اینجا یک کلمه هستش که نمیتونم بخونم دوستان، اجازه بدید اینو بزرگش بکنم، شاید هم من بتونم بخونم هم دوستان اینو ببینن. اینجا مشتخد تیغ ذهن و ادراک و آنجلا بحث عقل سلیم و جالاک علمق جهتن علوم غالبه و الهیه علت غایه مشابه سندن اولان علوم ریاضیه اکتسابine خواهش و وروش edib. هر نگدر، چون این خیلی این وروش، کلمه وروش خیلی جالبه. من این برام خیلی البته کلمات برام، چون من ترکی رو نخوندم که خیلی برام جالبه. edib هر نگدر زهر و مران اسلاف مثل سوق التکاز وزاعته صاحب سرمایه و معارفیندن اخلاف که بی لیاقت و استعادتن با نصیب و وایه و کل السه حدود سنین احتمالاً کل ایله احتمالاً باشه، ایلسه باشه، حدود سنین جند پند نیرو هندسه خانه همایونه ملازمت ادلمکدن اگه تونستم حالا امیدوارم که قطع نشده باشه. عرضم به حضورتون که بذار ببینیم میتونیم این کلمه یه چیزی پیدا بکنیم که معلوم شه ارتباط. حالا مثلا شجریه ثباتم ابنات ثمری مقصود ادب شهریار
اسکتور تو اسکتو توان اسکتور توان تاجدار اروادردار زبان شاه کشور کیرشهشهان فریدون سر بر حافظ تقدیر دین مبین خلیفه روی زمین سلطان ابن سلطان الغازی محمود ابن المرحوم الغازی عبدالحمید خان ابن المغفور الغاری سلطان احمد خان اید الله تعالی الى آخر الزمان افندمس حضرتلرینین زمان. آقا این در یک زمانی بوده که من کامل متوجه نشدم که این چی هست. میگه که یه کلماتی مثل هندو میاره، من نمیدونم آیا این در زبان در هندوستان نوشته شده. تو اسم خودشم برام عجیب بود این آدم. الان هم اینجا میگه که مقصود ادوب شهریار اسکتورتوان تاجدار وادادربان. به نظرم خیلی هندی میاد. شاه کشور کیرشهنشاه فریدون سریر حافظه. اینا صفتهای اون چیز دیگه، اون سرزمینه. حالا ما کشورین نه همون دین مبین اینجا حالا دین مبین خلیفه روی زمین سلطان ابن سلطان که خودش سلطان، پدرش هم سلطان بوده، الغازی محمود ابن المرحوم الغازی عبدالحمید خان ابن المغفور الغاری سلطان احمد خان. آقا این هندوستانه. این کتاب در هندوستان نوشته شده، چون درست نمیگه خلیفه هست، خلیفه روی زمینه. خلیفه روی زمین در این مقطعی که ترک‌ها هستن، البته این سلطان محمود ابن مرحوم الغازی عبدالحمید خان. بذارید اینو بنویسیم گوگل علیه السلام ببینیم چی میگه. از سلطان الغازی محمود، بذارید همینو بنویسیم. السلطان الغازی چی گفت؟ بعدیش اینه که ما نمیتونیم اینو کپی پیست بکنیم. محمود ابن المرحوم الغازی محمود ابن المرحوم. بریم اینجا دوباره. محمود بن الغازی، محمود الغازی، محمود ابن مرحوم الغازی. حالا اینو بذاریم عبدالحمید خان ابن مغفور الغاری، محمود خان عبدالحمید. حالا بذاریم عبدالحمید خان، اینو بنویسیم. عبدالحمید خان. خب عبدالحمید خان ابن الغاری سلطان احمد خان ابن الغاری ابن الغاری. اینم احتمالا غازی باید باشه، من غاری خوندم. حالا یه چیزی میاره دیگه، این گوگل باید یه چیزی برای ما بیاره. الغاری سلطان احمد خان. ببینیم حالا سلطان احمد خان، اینو بنویسیم ببینیم چی میگه. سلطان احمد خان، ببینیم این چیه، این آدم چی میگه. سلطان الغازی محمد خان الرابع تاریخ الدولت الیه العثمانیه. اوکی، میگه که اونه سلطان الغازی عبدالحمید خان اول.
سلطان الغازی محمد ابن الغازی عبدالحمید خان ابن الغازی سلطان احمد خان. ما در مورد سلطان الغازی محمد ابن الغازی عبدالحمید خان فلان میذاریم. این چیه؟ عکسشون میآوره. این عکس اون شاهه. عثمانی. آقا عثمانی هست. بالاخره اسم اونی که اسم خودش بود چی بود؟ محمد ابن غازی عبدالحمید خان. این پسر عبدالحمید خانه. این عبدالحمید اول باید باشه، برای اینکه عبدالحمید ثانی رو برداشتن و برادرش رو گذاشتن این خارجی ها، فراماسون ها. بر علیه برادر بزرگش هم کودتا کرده بودن فراماسون ها. جالبه. برادر بزرگش در این حال که خودش هم فراماسون بود. خب پس در حالا اینو پیدا کردیم که این در مقطع عثمانی نوشته شده. حالا من میگم اینا یه مقدار کلماتی که اینجا آورده برام خیلی ناآشنا بود. ببینیم که در مورد کتاب چی میگه. مقدمه: علوم ریاضیدن bir cüz'i olan işbu risale. işbu یعنی همین. bir مقدمه و 12 بابی، هر biri neçe مباحث شامل و مقدمه دخی علم ریاضی ای تعریف و معرضنده اون. اوکی، این کتاب همون کتاب قبلی است که ریاضی بود. حالا یکی دیگه، یعنی نمیدونم، من الان اون کتاب قبلیه که گفتیم در مورد ریاضی اون به ذهنم اومد، چون که این همون کلمات رو اینجا دیگه متوجه شدم. مبحث اول: علم ریاضیinin موضوعی مطلقاً مقدارن مساحسیdir. ثانی: اعداد خطوط و سطوح و عرضه و اسکال و سرعتler. شاید هم همون کتابه، نه و اون خیلی متفاوت بود البته. این هادی عشر تنبیه معنای موضوعی حیثیتی اختزاء سینه بی دعوا. این خیلی چیز هست. دوباره این همون داره اعداد رو یاد میده. احتمال میدم این همون کتاب باشه. پس اینجا هم داره اعداد رو یاد میده. همون کتابه احتمالا، چرا من ازش اون شناخت رو داشتم. خب به هر حال اگر اینم چیز کردیم، خب اینم معرفی کردیم قبلا. حالا من فکر می‌کنم در اینجا کتابی که دانلود کرده باشیم و نخونده باشم، اینم که گفتیم قبلا خونده بودیم. اینم که علم موسیقی افلاک و فلان، این رو هم یه نگاهی بندازیم ببینیم که این به نظر من خوندیم اینو، ولی حالا اگر چیز بود یه نگاهی بندازیم بهش. بله اینم خوندیم، این کتاب رو معرفی کردم یادمه. خب حالا برگردیم دیگه، چیزی دانلود نکردیم که جدید باشه. میریم و به کانال تلگرام اون دوستمون سر میزنیم. کتابخانه آذرباش. بریم اونجا. ببینیم اخیراً چیزی فرستادن یا نه. Türkçe الیازمالار حیواندارlık at becermek. یک کتابی هست در 214 صفحه در مورد فقط پرورش اسب. ببین چقدر تخصصیه. حالا اینو بذاریم اینجا دانلود بشه. خب ببینیم دیگه چی فرستادن جدیدن. این که هیچی. دیوان حضرت امیر علی شیرنوایی، اینم جزو اون کتاب‌های بسیار مهمه. دیوان سلطان حسین بایگرا، اینم جزو اون کتاب‌های بسیار مهم ترکی هستش که به ما رساله عرفانی قادریه. نگاه کنید، اینم در مورد عرفان هست و تخصصیه. اون دوتا شعر بود. حالا شرح خطبه البیان، اینم یک کتابه. حالا البیان خطبه چی هست در 124 صفحه اونو شرح داده. به نظرم اومد که این دانلود شد. بذارید ببینیم این کتاب اگه دانلود شد. بله دانلود شده. حالا فردا یک کتاب دیگر رو دانلود میکنیم و میخونیم. ببینید این کتاب در مورد پرورش حیوانات، تخصصا در مورد من حالا وقتی اومدم کانادا دوستان مثلا خیلی دلم میخواست که
رادیو تلویزیون باز بکنم اینا، دنبالش بودم که ببینم اینجا چجوری میشه رادیو تلویزیون باز کرد و اینا. هی کتاب میخریدم میآوردم، از اینترنت سفارش میدادم، کتاب $80 میخریدم، میومد میدم 12 صفحه 20 صفحه کتابه، یه چیزایی توضیح داده که آقا هیچ چی نیست توش. حالا برای اینکه وقتی کتاب در مورد یا مثلا در مورد همه چیز میخواد صحبت بکنه ولی در داخلش بالاخره چیز زیادی نیست، همون چیزی که در ایران یه زمانی در زمان شاه، الان نمیدونم، میگفتن اطلاعات عمومی، در مورد هر چیزی یه چیزایی میگه که معلومم نیست درسته غلطه، ولی وقتی تخصصیه شما در مورد اون موضوع وارد بحث میشه، برای اینکه آدم نویسنده کتاب در اون موضوع تخصص داره. مثلا من در مورد زبان ترکی نمیتونم حرف بزنم، قطعا نمیتونم حرف بزنم، برای اینکه هیچ تخصصی ندارم. اما مثلا در مورد روزنامه نگاری، در مورد شستشوی مغزی، در مورد مهندسی جهل میتونم حرف بزنم، برای اینکه اینو به خودم تخصص کردم. مثلا الان من جزء تخصص‌های من، یه روزنامه نگاری جزء تخصص من نیست، در حقیقت گذاشتمش کنار، خیلی باش کار نمی‌کنم. حتی اخیراً از وقتی که این برنامه جهل رو، مهندسی جهل رو شروع کردم، فرصت نمی‌کنم که نوشته‌های خودم رو ادیت بکنم، غلط‌های املایی فکریشو بگیرم، همینجوری کپی پیست می‌کنم که فقط بمونه. حالا بعداً اگر عمری بود خودم، عمری نبود دیگران بشینن اینها رو ادیت بکنن و به شکل کتاب در بیارن. امیدوارم. البته این کارو من در جوناس تیوی هم کردم، اشتباه کردم، کاش در اون زمان هم من در جوناس تیوی بودم. اخیراً با جناب احمد دوبالی هم صحبتی براشون یه فایل صوتی فرستادم، آقا امر بکنید این برنامه‌هایی که من در تلویزیون اجرا کردم رو یه کپی برای من بدن، چون که در اینترنت، در یوتیوب همه اینها از بین رفته. چون که چند بار دشمنان جوناس تیوی و ترک ها اومدن شکایت کردن و تمامی این آرشیو جوناس تیوی در یوتیوب از بین رفت، که برنامه های من هم از از آخرین ماه سال 2011 تا 2021 90% از بین رفته، 90% از بین رفته. حیف. حالا به هر حال میخواستم بگم تخصصم الان بیشتر تو این موضوع هست. امیدوارم که اونا رو هم یه روزی بشه از جوناس تیوی، آرشیو جوناس تیوی، یعنی از سی دی هایی که تهیه کردن، بشه اینها رو گرفت و یه کپی گرفت و یا چیز کرد، به کتاب تبدیل کرد. یعنی خودم هم خیلی مایلم که اونها رو بگیرم به کتاب تبدیل بکنم. امیدوارم که جناب احمد دوبالی این سخنان رو از اینجا هم بشنون، این دستور رو بدن، یکی از همکاران لطف بکنن این رو جمع بکنن به ما برسونن که ما اون رو به کتاب تبدیلش بکنیم. خب این کتاب تخصصی، ببینید با یک کتاب جالبی روبرو هستیم. از نظر جلد چرمه، خیلی خوب مونده، طلاکوبی شده، طلا نیست، احتمالاً هم طلا باشه، نمیدونم، ممکنه که کتابخونه شاه باشه طلا باشه، ولی معمولا رنگ طلاست، یعنی یه رنگ طلایی اونجا شده میگن، و زیرش یک گلدان رو گذاشتن روی جلد. جالب هست، ارزش هنری داره، به کتاب میده. این داخل جلده، یعنی این بیرون جلد بود، این صفحه دیگر، طرف دیگر صفحه است. The Walters Art Museum، این در کتاب والتر آرت میوزیم چیز میکنه، نگهدار میکنه. The Walters Art Museum نشم اینجاست، شماره 600 نورت چارلز استریت، بالتیمور، مریلند، پست کدش هم 2121. پس این در شماره 600 چارلز استریت شمالی، شهر بالتیمور، ایالت مریلند، صندوق پستیش هم اینه. اینم آدرس وبسایتشه. این کتاب در اونجا نگهداری میشه، این کتابی که در مورد اسب هست، پرورش اسب. ببینیم که آیا چیزی در این مورد نوشته. نوت: The pages in this book are ordered from right to left. این کتاب از راست به چپه، یعنی فارسی یا عربی یا ترکیه، اینجوری میخواد بگه.
This means that to view the pages in order, you should go to the last page of the document and read what would you be from back to front. میگه اگه بخواید اینو بخونید این معنیش اینه که باید، چون انگلیسی ها کتاب رو از چپ میخونن دیگه، میگه شما برید تا آخرش، از چپ برید تا آخرش، از آخر شروع کنید به اول خوندن. اینجوری میخواد توضیح بده که یعنی از راست به چپ باید کتاب رو بخونید. حالا چی هست؟ for a western manuscript، بر اساس کتاب های غربی که از چپ میخونن، این از راست باید شروع بکنید به چپ بخونید. حالا این هم میگه که this document is a digital facsimile of a manuscript belonging to the Walters Art Museum in Baltimore, Maryland, in the United States. It is one of the number of manuscripts that have been digitized. این digitized شده یعنی چی؟ آنلاین اومده دیگه. حالا اینجوری بگیم. As part of the project generously funded by the National Endowment for the Humanities and اوکی اینا رو دیگه بلش بکنیم. کتاب جلد آخرش هم احتمالاً همینه یا همین جلدشو داره نشون میده. صفحه این جلد اولشه، این دوباره احتمالاً جلد آخرشه. صفحه اولش، صفحه دومش که گفتیم در زبان ترکی عربی یه چند تا صفحه اول و چند تا صفحه آخر کتاب در قدیم خالی سفید میذاشتن برای اینکه خواننده کتاب نقدشو اونجا بنویسه. همینطور برای اینکه خواننده نقد بنویسه برای کتاب، فهم بکنه، دور کتاب 3 طرفه هر صفحه رو خالی میذاشتن. صفحه که کتاب به هم میچسبه اونجا نه، ولی این 3 صفحه بالا خالی میذاشتن تا بشه اونجا نقد نوشت. عکس اسب رو میبینیم دوستان. من کتاب رو کوچیک بکنم که بشه، نه اینقدر کوچیک، ولی اینجا بشه دید. ببینید همینجا birinci nümrende şekil. این اولین عکس رو داره نشون میده. اینجا عکاسی کرده، عربی، آدم کفشش جالبه، قرمزه. دوباره سفید، دوباره عکس دوم. ikinci nümrenle şekli. عکس شماره 2. حالا اینجا داره اسبشو تغذیه میکنه، بهش رسیده، خیلی زیبا دیده میشه. همین عکس‌ها اول عکس‌هاست. حالا اینجا یکی 3. نمره شکل، اینم عکس سوم، داره اینجا رو میبنده، اینم سوار شده. حالا این سیاه شده، نمیدونم، احتمالا اینم آغاز اینه. حالا این سفیدتر از اینه، جالبه. اینم برای اولین باره که میبینم مثلا توی یک کتابی مثلا معمولا سیاه ها رو به عنوان غلام نشان میدادن در گذشته. الان اینجا میبینیم که این آقا که مثل همین لباسشون عین همه، یعنی از نظر طبقات اجتماعی فرقی ندارن، کلاهاشون هم عین همه، کفشاشون هم عین همه، ساق پاهاشون هم عین هم، یعنی بلندی لباسشون هم عین همه، رنگ لباسشون هم عین همه. یعنی بین سفید و سیاه در زبان ترکی یا عربی تفاوتی نبوده. تازه این سیاه رو روی اسب نشونده برای اینکه بگه آقا ایشون برتر از این سفیده هست. حالا دوباره عکس 4، 4. نمرلی عکس، اینم که داره اسب و چیز میکنه. حالا در قبلی اسب سفید بود، حالا اینجا که رسید عکس رو تغییر داد، یه مقدار رنگشو اینجا کاملا تغییر داد، حتی این زین رو هم تغییر داد. ببینید حالا اینجا زین چیز نیست، سواری، درسته که این üzengi داره، نمیدونم حالا این به فارسی چی میشه. پاشو گذاشته، نشسته روی اسب، اما این مثل جله، مثلا مثل یه چیزی، یه پارچه است که انداخته، ولی برای پاش هم یه چیزی بهش بستن که بذاره پاشو روی اون. از اینجا هم مثلا بسته، ولی این هنوز اون رکاب نیست، اون گهر نیست. اینجا دوباره این همونه، فرق زیادی نداره.
دوباره در اینجا اینا صفحات بعدی دیگه. آلتینجی اینم عکس ششم هستش، این چوب دستشه، اینم عکس. حالا این باز چرم نیست، اینم دقت بکنید این چرم نیست، فقط نخه. این دهنه قبلا اگه دقت بکنید اینجا دوستان، اینجا دهنه هنوز چیز هست، یکی از اینها دهنه اگر اشتباه نکنم آهنی بود. نه آهنی نیست، چون که بعدها خواهیم دید که اینجا دوباره داره تغذیه میکنه این رو. اینجا من علامتی رو میبینم که داله بر اینکه دهنه آهنیه. حالا داره با اسب بازی میکنه، شونه میکنه و از این حرفا. فعلا ما تا عکس 9 رسیدیم، در موردش هنوز توضیح نداده. اینم دوباره عکس های یه عکس به دیگریه. خب عکس های مختلف احتمالاً داره نشون میده که رنگش و اینا مهم نیست. حالا اینجا داره اسب شاش میکنه، میشاشه و این رو نشون میده که خب یه کار طبیعیه. تو کتاب ها باید همونجور که هست، مثل ایران نیستش که سانسورش بکنن. اونیکینجی، اینجا هم اونیکینجی شکل رو داریم میبینیم که دوباره داره تومارش میکنه و اینا. اینجا داره دوباره همونه. یعنی عکس ها حالا خیلی زیباست از نظر هنری و جامعه شناسی، هم میشه روش کار کرد از نظر دید چجوری مثلا اینو نشونده زمین، اینو داره نشون میده. عکس 16 هم بود، این عکس 17 فکر کنم باشه. اینجا کاملا میشه فهمید که چیز فلزی، دهنه فلزی هست ولی هنوز چرمی نیست. اینم عکس بعدی. علت در سالم اولانه اصلا. اینم حالا در مورد چیز، یعنی تغمش یه صورتله. حالا اسبی که تازه زایده اینو باید چجوری نگه داشت، اینا رو داره. حالا اینجا یه چیزی داره شروع کرده از 3-4 عکس قبلی شروع کرد به توضیح دادن درباره این که حالا اینجا ön 8. نمرلی şekil یا نمرده şekli ellete salim olduğuna اسب هیتی. حالا در مورد سلامتی اسب اینجا خوندیم که اگه زاییده باشه چی؟ başında olaya yaraya علاج sürmeden sureti. اینجا دیگه عکس نمیگه، میگه که شکل نمیگه، میگه صورت. میگه که اگر سرش زخم شده باشه başında olaya باره یاریه علاج sürmede، چجوری دارو رو به سرش بمالند. انگار که این کتاب علت سالم حیوان سالم. اینجا خیلی نمیتونم بخونم. تعلیم یک یورمقی، حالا اسب رو داره تعلیم میده. بذار ببینیم، فقط انگار که این فقط نقاشیه ها. نه اینجا شروع شد صفحه 44 یه چیزایی هست. اینجا هم یه چیزایی گفته. من تا صفحه 64ش اومدم دوستان، ولی این 64 نیست. این تو کتاب چون که یه برگش رو نقاشی کرده، برگ دوم خالیه، برای همین بین این دو متفاوت هست. اینجا یه مقدار توضیح داده. زبان ترکیه. اصل حالا چیه؟ نظمه سینده بونلره واتربورگونه حکایه و بیانه یا اولنه سوب فقط تصویر. کامل نمیتونم بخونم راستشو بخواید، اینو
نمیتونم بخونم و خودم هم خیلی زور میزنم که بخونم، نمیشه. کتاب دستنویس قدیمی هم هست احتمالا. مرسوم سفده hem seferde bir iken gör subulenme cefe bilünüp hayvanla suması نمیتونم بخونم آقا، نمیتونم. این باید البته میشه خوند، یعنی نمیشه خوند نیست. 53. bab suğuyla alaya hayvanların mualcesini beyanindedir. این باب 50 در مورد سقوف عالیه حیوانن. حالا اینجاشو نمیدونم این سقو یعنی چی، تخصصیه دیگه، میگم این پزشکی حیوانات، من سر در نمیارم. حیوانların mualcesinin beyanındadır. حالا 53. فصل 53 درباره معالجه بیماری های اسبه. یه ذره فشار بیارم میتونم بخونم، یعنی اگه وقت بذارم یه 10 دقیقه 20 دقیقه میشه این کتاب رو خوند. زیاده yol yürüyedele iştihası giyanura'ya bir miktar ya onu ile şeker geder kifaya suya mezec eyle bir kaşığa ile karıştır. نگاه کنی حالا دارم متوجه میشم یعنی چجوری این حروف رو چجوری به هم چسبونده. bir kaşıkla ile karıştır bir bölüp eridikte üzerine bölünüp yarım saat kadar yarım saat kadar. حالا نگاه کنید مثلا من اینو مثلا بارم خوندم بعد متوجه شدم که این yarım میشه. yarım saat kadar gözdir belə صبر کنید. gözler belə و burun belə. حالا این داروها رو گفته. الان اینجا میگه که bir مقدار عسل ile şeker سو آب رو با ساد نوشته دوستان. قبلا هم دیدیم در کتاب قبلی هم دیدیم که آب رو در زبان ترکی سو هست با ساد می نویسه. الان ما با سین می نویسیم و به این استاندارد رو چرا تغییر دادیم نمیدونم. suda şerbet paylayıp püskürüyle dayakları ile zikri ve hayeleri su ile yıkanıp ve hayeleri su ile yıkanıp yıkanan mahallere tuz ve sefer yağı ve sirke sürebilir ve asla ganemiye. ترکیب دیگر. حالا نگاه کنید دوستان، دو تا علت داره اینکه من این کتاب رو خیلی سخت میخونم. برای اینکه من با نوشتن این کتاب آشنا نشدم. الان مثلا یواش یواش دارم با این کتاب آشنا میشم. یواش یواش باید با این خط این آدم که کلمات حروف رو چجوری مینویسه و برای اینکه زیبا بشه مثلا اضافه چی میذاره، اینا باید آشنا بشه آدم بتونه این کتاب رو بخونه. اگر یک صفحه این کتاب یا 2 صفحه این کتاب رو شروع بکنم بخوندن، چشم عادت بکنه، خب راحت تر میشم. مثلا نگاه، hayvanla sem olup yeme ve içmeye iştihası ölmez. حالا اینجا حیوان چی شده که حیوان سم
سنم، سمز. نمیدونم این یعنی چی، یه بیماریه. میگه حیوان اگه اینجوری شده باشه یمه و ایچمک اشتهاسی ölmez. اگر اشتهای آب خوردن و نوشیدن نخواهد داشت. ölmez. ایسا او اونر درهم بلا olsa اونر درهم، یعنی 10 درهم خالص شکر و زنجبیل و 3 درهم خلب تب نمونه چی خلب تب. اینا بازم یه چیزیه دیگه من نمیدونم چیه. و 5 میسکال سارın tuz، sarı tuz احتمالا یا سارın tuz. 5 مسکال هم نمک حالا چی و 5 درهم کیمیو و بمه و نخود و چی زعتر cümlesi و از هر کدوم اینها 5 درهم اینجا سهم olunup bir bıçak giya eski şarabe menzeç ile bekar 4 saat türe. حالا این داره توضیح میده که چجوری دارو درست بکنه. من نه دارو رو میفهمم، نه زبان علمیشو میفهمم، نه زبان تخصصیشو میفهمم، نه. خب من این کتاب رو نمیتونم بخونم قاعدتا، ولی کتاب ترکی، یعنی این که یه کتاب تخصصی در مورد پرورش و بیماری اسبه درش هیچ شکی نمون. birinci نوع hayvanın ahurunda at seki kesret üzere öldüğüne halde defni bidağı su ile kıynadıp. حالا دیگه داره باز همونه، یه کتاب تخصصی آقا. پس دوستان ببینید در زبان ترکی، من جدی میگم من فکر نمی کردم که زبان ترکی اونقدر تخصص داشته باشه که مثلا بره تو یک موضوع خاصی مثل پرورش اسب، بیماری های اسب هم حرف بزنه. خب خیلی قابل ارزشه، ارزش بسیار زیادی داره. من این کتاب رو مثلا اگر آدم نمیدونم من یه ذره بلد باشم، آدم بره این کتابخونه آمریکا، این موزه، بگه آقا من این کتاب رو میتونم براتون مثلا کار بکنم براتون، من استخدام بکنید این کتاب رو تبدیلش بکنم به انگلیسی، نمیدونم به روز عربیش یا ترکی امروزی تبدیلش بکنم، یا اینکه با حروف یعنی من تبدیلش بکنم که نه، یعنی دست نبرم توش، یعنی که تایپش بکنم اینجوری بگیم بهتره. کتاب تخصصی خیلی زیبا نوشته شده. کوگورت مثلا نگاه کنید، کوگورت من اینجا میبینم که این در مورد کوگورت داره صحبت میکنه. حالا این خیلی برام آشنا بود، چه عجب یه چیز رو فهمیدیم. bir miktar alınıp mezkur gabırganın ağaca kölay beyaz tarafları çıkarılıp suda قینatmak yani anızam قینatmak میگن دیگه، یعنی جوشوندن. خمیر gibi bir şadgı ve merhem. حالا نمیدونم یعنی چی، واسم یه مرهم gibi ölünce قدر. حالا اینو مثلا ببینید قدر سه چی هست و هست چی هست، اینو باید حالا این متوجه میشم که این آخر و رو که اینجوری میکنه این فقط برای خوش زیبا دیدنشه. اولونو پاره اولا در محله استعمال ölüne و پاره شش ایسه یا یاره. حالا من اونجا پاره خوندم، نگاه کنید اینجا دارم متوجه، این یاره یعنی زخم. یاره اوladır محله استعمال ölüne و یاره ششی ایسه ششر ایسه. اگر یاره چیز زخم باد کرده باشه، حالا تورم کرده باشه، ورم کرده باشه، bir miktar ağrı külü kadar külküle، یعنی احتمالاً این در مورد خاکستر یه چیزی داره میگه، نمیدونم. کفایه سirke ile خمیر ölüner
sürüler. حالا آدم یواشی گفتم مثلا الان متوجه شدم این پاره نیست، این مثلا یاره هست. نگاه کنید، یعنی آدم با تمرکز روی کتاب میتونه کاملا اینو بخونه. کتاب به یه خط تا الان نوشته شده، یعنی نویسنده تغییر نکرده. معلومه که این خود نویسنده تخصص اسب و بیماری اسب رو داشته، پرورش اسب و بیماری اسب، و این جالبه. در زبان فارسی من فکر نکنم همین امروز هم یک کتاب پرورش اسب وجود داشته باشه، فکر نمیدونم، مطمئن نیستم. اگر دوستان پیدا کردید که در زبان فارسی امروزی، نه فارسی صدها سال پیش، حالا من دیگه این کتاب خیلی تخصصیه، 214 صفحه هست، همینجوری دارم صفحه رو ورق میذارم زیبا نمیشه. حالا اون چیزی که گفتم دوستان، نگاه این صفحه 117 رو ببینید، مثلا بالا خالیه،